my dear friend. دوست خوب من سلام. اگه توی اسپیکینگت خیلی مکس میکنی یا اینکه کلمات رو ترجمه میکنی، اول فارسیش تو ذهنت میگی بعد انگلیسیشو میگی، یا هی فکر میکنی کلمات یادت بیاد، توی این ویدیو همراه من باش. 5 تا تکنیک طلایی رو بهت یاد میدم تا از این به بعد فلوئنسی تو ببری بالا. فلوئنسی همون روون صحبت کردنه. پس با من باش. تکنیک اول، قبل از اینکه تکنیک اول رو بهتون بگم یه نکته طلایی و اون اینکه برای اینکه تو فلوئنسی داشته باشی و انگلیسی رو روون صحبت بکنی یه عالم لغت لازم نداری. پس بریم سراغ تکنیک اول. تکنیک اول چیه؟ Think in English، یعنی انگلیسی فکر کن. ببین ما همیشه داریم ترجمه میکنیم تو ذهنمون. مثلا من میخوام که اینجا وایسادم دارم ویدیو میگیرم، میگم که خب اینجا وایسادم I'm standing here I'm recording this video. اینو از ذهنت حذف کن، با چیزای کوچیک اطرافت شروع کن. مثلا my friend is here، دوستم اینجاست، الان گشنمه، I'm hungry، نهار چی داریم، what do we have for lunch. حتی اگه اشتباهه تو ذهنت کلمات و جملات تو انگلیسی بساز، بلد نبودی بنویس، از معلمت بپرس یا از ما توی دایرکت بپرس، کمکت میکنیم. پس تکنیک اول think in English. تکنیک دوم چانکینگ یا عبارت محوری هستش. به خیلی وقتا ما فقط یک لغت یاد میگیریم. از این به بعد این عادت رو بر خودمون بسازیم که لغت رو در حالت یک اصطلاح یاد بگیریم. مثلا من یاد میگم کلمه honest یعنی صادق و راستگو. to be honest رو یاد بگیرم و حفظ بکنم. یا honestly رو یاد میگیرم honestly speaking، صادقانه بخوام بگم. یعنی با چانک عبارات رو یاد بگیریم و اگه کسی سوالی میپرسه اون چانک رو بگم و بعد جمله رو ادامه بدم. یا مثلا شما یاد میگیری point میشه نکته، این عبارت رو یاد بگیریم، این چانک رو from my point of view یا in my viewpoint، یعنی یک چانک کامل. حالا مثلا اگه کسی از شما سوال میپرسه که what do you usually do in your free time، میتونی بگی که well as a matter of fact یا well to be honest I usually، بعد ادامه جمله رو میگم. حالا مثلا من یه چانکی یاد گرفتم مثل go to the movies. I'm doing it to be honest I usually go to the movies. اینجوری دیگه شما مکس هم نمی کنید. وقتی مکس نمی کنید یعنی هزیتیشن ندارید و فلوئنسیتون میره بالا. دیگه نمیگید. مثلا to be honest I usually go to the movies. نه go to the movies. پس شد to be honest I usually go to the movies. چانک خیلی میتونه روی اسپیکینگتون و تأثیرش روی کسی که به حرفهای شما گوش میده مفید باشه و خیلی جذاب بکنه اسپیکینگتون. ببین تکنیک سوم اصلا باقلواست. من به ضرس قاطع میگم اگه کسی 1 سال و هر روز نیم ساعت با این تکنیک، فقط همین یه دونه که میخوام بگم، بره جلو، اسپیکینگ آیلتس بالای 7 میگیره. هر سطحی و هر سنی که هستی این حرف منو داشته باش. تکنیک سوم اسمش چیه؟ شادوینگ. خب من شادوینگ روشی که خودم سالها کار کردم و تونستم باهاش اسپیکینگ 8.5 و 9 آیلتس رو تو آزمون اصلی بگیرم و دارم بهت میگم. یک قسمتی از یک فیلم، سریال، پادکست، هر چیزی، یه تیکه از اخبار رو برمی‌داریم. خب بریم با این چیکار بکنیم. 8 مرحله است که با هم میبریم جلو. First, listen to get the gist, the main idea. اول گوش بکن که اصلا کلا چی داره میگه. 2, listen and transcribe. گوش بده و هر چی که میفهمی رو بنویس. With subtitle or without subtitle. Without یعنی اولین باری که میخوای بنویسی و ترانسکرایب بکنی بدون زیرنویس نگاه بکن. تا اینجا مرحله دوم. مرحله 3 listen and transcribe, check your mistakes. ببینید حالا با سابتایتل. مرحله 3 با زیرنویس نگاه میکنم چه ایراداتی داشتم اونا رو برطرف میکنم. خیلی هم در واقع عادیه که براتون پیش بیاد شما یه جایی رو متوجه نشید. کاملا این موضوع نچراله. Don't worry about it at all. خب بعد از اینکه شما فهمیدید که اون متن کامل چی میگه و نوشتید، حالا میریم مرحله 4 و دونه بدونه کلمات و اصطلاحات و عبارات رو چک میکنیم. بعد از اینکه اینا رو چک کردیم تازه کار ما از مرحله 5 شروع میشه. یعنی من یک فیلمی، پادکستی، خبری رو دیدم
فهمیدم، معانیش هم بلدم. حالا چیکار کنیم که فلوئنسی اون بره بالا؟ تا اینجا شما قدرت لیسنینگ، مرور گرامرها و لغات جدید رو یاد گرفتید. حالا توی مرحله 5 you can listen، گوش بکنید، look at the script، به اون چیزی که نوشتید نگاه بکنید، pause and repeat. پس listen، look، pause، repeat. کلمه به کلمه برم نمیریم ما جلو، ما چانک بای چانک میریم جلو. خب پس listen، look، pause، repeat. مرحله 6 یه کار دیگه میکنیم، دیگه نگاه نمیکنیم به اون اسکریپتمون، یعنی میشه listen، don't look، pause، repeat. اگه تا این مرحله پیش اومدی که واقعا ترکوندی و بهت تبریک میگم. مرحله 7 you listen، گوش میکنی، look، نگاه میکنی، don't pause، پاز نمیزنی و repeat، تکرار میکنی. اگه مرحله 8 رسیدی که یه جورایی داری میری معراج. مرحله 8 listen، don't look، don't pause، repeat، یعنی همزمان با اون سخنران، همزمان با اون فیلم، همزمان با اون پادکست تو باهاش بگو و بیا جلو. من بهت قول میدم اگه یه مدت کوتاهی رو انجام بدی سرعت اسپیکینگت از اوباما هم جلو میزنه. توی مرحله 8 تو نگاه نمی‌کنی، پاز نمیزنی و تکرار می‌کنی. کل این پروسه رو بهش میگیم شادوینگ. برو که بهتر کنی. خب بریم سراغ تکنیک چهارم، گپ فیلرز و دیسکورس مارکرز. حالا اینا چی هستن؟ قبل از اینکه بخوام تکنیک چهارم رو بهت بگم، بهت تبریک میگم. تویی که تا اینجا ویدیو اومدی معلومه که هدف داری و می‌خوای انگلیسی رو حرفه‌ای یاد بگیری و فلوئنسی تو به سطح 9 آیلتس برسونی. واقعا دمت گرم. خب گپ فیلرز چی هستن؟ ببین خیلی وقتا ما داریم صحبت می‌کنیم، یهو سکوت می‌کنیم و این سکوت انوینگه، آزاردهنده است. مثلا اگزامینر میپرسه که what do you think about the effect of economy on tourism؟ مثلا راجع به تاثیر اقتصاد روی گردشگری نظرت چیه؟ و یهو تو سکوت میکنی و هیچی نمیگی. به جای اون سکوت از این گپ فیلر استفاده کن. مثلا well let's see، بذار ببینم، یا well you know. اگه حتی جوابش هم نمیدونستی سوال رو تکرار کن. مثلا بگو let's see that's an interesting question. The effect of economy on tourism? I'd say that it is very important. بعد میبینی کم کم حرفا داره میاد، یعنی یه گپ فیلر، تکرار اون سوال و بعدش هم نظر تو با I'd say, from my point of view, in my opinion, in my idea و ادامه جمله. گپ فیلر معروف کدوم هم؟ مثل well, let's see, let me think, that's a good question, that's an interesting question. Actually، یا اگه مثلا یه جایی میخوای تضاد رو بگی میگی however و جملت رو میگی، یا میخوای یه اطلاعاتی اضافه کنی میگی moreover I have to say that، بعد جملت ادامه بدی. پس گپ فیلرها کمک میکنن که به جای اینکه سکوت کنی و هیچی نگی که توی نمره گرفتن آیلتس خیلی مضره، یه چیزی بگی که هم خودت حالت بهتر بشه، هم بتونی فلوئنسی ببری بالا و هم تو آیلتس نمره بهتری بگیری. خب حالا بریم سراغ تکنیک پنجم. اولا که آقا خانم دمت گرم، همین که تا اینجا اومدی فوق العاده است و میدونم که اگه این تکنیکا رو پیاده بکنی نمره اسپیکینگ خیلی خفن و عالی میتونی بگیری. اصلا سوای نمره تو میتونی راحت حرف بزنی و همین راحت صحبت کردن یکی از لذت بخش ترین چیزهای دنیاست. تکنیک پنجم فلوئنسی اسپرینتس هستش. یعنی چی؟ یعنی من میام یک تاپیکی رو انتخاب میکنم، حالا بستگی به سطحت داره. ممکنه بگی favorite food، ممکنه بگی a memorable trip، یه سفر به یاد ماندنی، ممکنه بگی a celebrity I admire، یه celebrity که تو حالا دوستش داری یا هر چیزی. اون تاپیک رو اول انتخاب کن و به خودت بگو که اول 4 دقیقه میخوام راجع به صحبت بکنم. مثلا با خودت هم قراره حرف بزنی ولی بلند بلند. یه نکته خیلی مهم، تو باید صدای خودت رو به انگلیسی بشنوی، نه اینکه تو دلت حرف بزنی. 4 دقیقه سعی کن تایمر رو بگیر. مثلا I wanna talk about a trip I made to Mashhad. I went there with my family. و یادت نره از اون گپ فیلرها و چیزایی که بالا گفتم استفاده بکنی. خب تموم شد. بیا سریع اینو 3 دقیقه‌ای بگو، یعنی به خودت قول بده که 3 دقیقه‌ای اونو جمع بندی بکنی. حتی اگه بعضی از چیزایی که گفتی تکرار نکنی هم هیچ اشکالی نداره. بعد میریم چیکار می‌کنیم؟ سعی بکنیم اینو 2 دقیقه‌ای بگیم. به این تکنیک میگیم 4-3-2، یعنی 4 دقیقه اول بگم، 3 دقیقه و بعد 2 دقیقه. مطمئن باش که با این کار تو میتر کنی. حالا من بهت یه تاپیک میگم، بعد از اینکه ویدیو تمام شد از همین الان شروع کن، چون اگه تو واقعا تصمیم گرفتی که انگلیسی تو حرفه‌ای بکنی از همین الان باید شروع بکنی. میدونی که چی میگن؟
Don't wait for the perfect moment. Take the moment now and make it perfect. منتظر نباشی لحظه عالی بیاد که شروع بکنی. همین لحظه دست به کار شو و تو این لحظه رو عالیش بکنی. ما امروز با هم 5 تا تکنیک رو یاد گرفتیم. 1. Think in English. پس این بعد انگلیسی فکر کن. 2. Chunking یعنی عبارت محور باش و فقط واژه یاد نگیر. 3. Shadowing که مفصل توضیح دادم. 4. Gap fillers و discourse markers و 5 Fluency Sprints که 4-3-2 بود، تکنیک 4-3-2. خب حالا که این 5 تا تکنیک یاد گرفتی، از همین امروز دست به کار شو و منتظر فردا نباش. میدونی چرا میگن sometimes later becomes never؟ بعضی وقتا بعداً میشه هرگز. حیفه که تو انگلیسی تو با این ویدیوها خفن نکنی و فلوئنت نباشی. راستی یادت نره سابسکرایب بکنی، نوتیف برات بیاد و همیشه با ما به روز باشی و انگلیسی رو بهتر کنی. مخلصیم. پیس.